اومدی به این ویدیو از چنل SS20 یعنی چنل خودتون. خب عشقای من، امروز اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم با بازی Only Up Go پارکور. تایتل بازی اینه و در مورد پارکوره. معنی چیزش هم میشه این که فقط برو بالا برو پارکور. من اینقدر اومدم بالا برای اینکه ببینم چه خبره. فقط یکم این تکون خوردن صفحه‌اش یکم خیلی سخته. خب میریم از اول با هم شروع کنیم. هر چند دقیقه یه باری تبلیغ رو میاره من نمیدونم چی. خب بازش در مورد پارکور دیگه همین. بریم بالا بریم بسیدیم سفره بریم اینجا. کنترلش یکم سخته دیگه. کلا کنترلش سخته یکم. میپریم بالا اسکول Only Up اینجا میشه فقط برو بالا. چشم ما به حرفش گوش میده فقط میریم بالا اگه سقف نکنیم. خب بچه ها احساس میکنم الان صدام داره بهتر میاد. درسته باید بریم این نوشابه ها رو بگیریم دیگه. الان من 19 تاشو گرفتم. یه نوشابه هم اینجا بده من. آپ روش نمیشه آپ. دلنگ اینجا رو ببین سی. نوشابه رو بده من سی. اینجا کله رو بیاریم بالا. اینجا نمیشه هارد یعنی سختشه. بذارین تبلیغه بره بابا اینم پوست ما رو کند. اینجا نمیشه هارد همون سختش همین بر میخوای بری. ایزیش همین بره. چون که خودمونو اذیت میکنیم از هاردش میریم. دوستان من قبلا فقط ایزیشو رفتم، هاردشو تا حالا نرفتم. ببینم چی جوریه. بریم از هاردش. اوه شیت اینجا رو نگاه. اینجا رو ببین چه پارکور آسونی خدا وکیلی. اینجا بپریم. دوتا نوشابه اینجا و حالا اینجا چی نوشته؟ هارد ایزی. هاردشو میریم دیگه. تو میدونید داستان چیه دیگه. خدا آزاری داریم میکنیم دیگه. بریم اینجا پله داره. پله میریم بالا میپیچیم. الان من میتونم از اینجا برم از اون برم میتونستم برم ولی ما حالا از اینجا میریم. وای چه این شکلی شد؟ مادرت نیفتی یا اینجا بیفتی سقط شدی. حالا اینجا ما 50 متر اومدیم بالا. تو رو قرآن دیگه. اوکی همه چی آرومه. من چقدر خوشحالم وقتی با من هستی. وای پشمام ریخ. پره بینم یعنی یه لحظه خودم خراب چرا گفتم افتادیم. خیلی بد لیس خورد. یه پرش چرا اینجوری میره بالا؟ خیلی عجیبه. شهر عجیبیه. مردمشو دوست دارم. بریم اینجا لبه وایسادم ها. دوستان اگه این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک و سابسکرایب کنید. هر کی لایک و سابسکرایب نکنه شب میام تو خوابشو میخورمش. حالا از اینجا کجا باید بریم؟ احساس کنم راه اشتباه اومدم. باید میرفتیم اونجا حاجی. نگاه اون بالا باید میرفتیم. مثل اینکه ما یکم 6 زدیم برای اینجا. جون جدت آخ کمرم شست. ایزیش نگاه چه راحت بود. ولی متاسفانه ما انسان نیستیم دیگه. همیشه راه سخت رو انتخاب میکنیم.
یه جور عجیبی میره بالا. صحنه که من میبینم خوب نیست اصلا. اوه پره شو دیدی چقدر پرید. نه 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 اگه میافتادم میتونستم روی میله وایسم ولی اصلا خوشم نیومد که این حرکت زد. حالا میریم. بگیر اونجا رو بگیر اونجا رو بگیرش. وای حاجی یکم سخت دیگه بازیش. اینجا رو من براتون سری میذارم تا بریم ردش کنیم. بله چرا خدایا چرا من افتادم. من چجوری برم؟ و ما آموزش میگیریم که بعد از ایسیش بریم. اتوبوس کجا بود دقیقا؟ بچه ها نکنید این میگه روی این اتوبوسه برو ولی ما از روی میریم دایی میانبار میزنیم. بچه کجایی هستن دو چرا این چیکار میکنی؟ هوا رو میگیری برادر. بپر بریم نیفتی. اوف برادر اصلا چه حرکتی زد. اوکی همه چی یارو این لا نمیافتم آجی. دارم رو هوا را میرم آجی. I'm Batman. بعد اون همه رو بریم بالا. این راه اون برای من ایزیشو میرم. اگر اون اولیه رو اینجا رو هاردشو میرم ولی اون بالاییه رو ایزیشو میرم. کلا 12 مرت اومدم بالا این همه. بی بالا ببینم بچه کجایی تو بچه کجایی اصلا تو اینجا من نگاه میکنی. بودو بینم بابا. خب این بری میریم. گربه ها رو تو گونی میکردن آتیش میزدن. همچنان سخت نیست این راه. فیتان بپریم اینجا. به سمت چپ حرکت میکنیم ایزیشو میدیم چون که ایزیش همینه. شل کن فقط راه برو. برام سواله تو اون کیفه که پشتشه چیه واقعا؟ یعنی واقعا من عجب از ایزیش افتادم. خب بچه ها من رسیدم به اونجایی که ازش افتادم. 55 متر رو هوا. میخوام ببینم میتونم برسم به برج خلیفه. اندازه برج خلیفه بشم. یه پرش هدف ما رسیدم به
100 متر هست و من در تلاش با این پاهای چقدر پاهم کوچیکه برای این پرشای بلندی که میزنم آجی. میرفتم توی مسابقات جامپ مسابقه میدادم، اصلا الان قهرمان المپیک بودم. ببین دیگه نوکریم بابا، نوکریم دیگه. فوت اصلا ایزی آسام. پله داره، شک کردم چرا باید اینجا پله داشته باشه. به 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 اون لیا پشم کدوم وری باید برم الان دقیقا. در نظر بگیرید که یکم اینجا ساده است. خب فقط اگه دستت بلغزه سرت اشتباه اومدم. بله همین راهو برمیگردیم. نظرت میتونم برسم؟ وای 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 واقعا لعنت به سازنده بازی. بچه من صبح میکنم تا به اون جایی که بودم برسم. گودبای. شما اونجایی که بودیم رسیدم با کلی بدبختی، یه بار افتادم ازش. حالا اسم تعالی و برکاتو. حالا چک میکنیم، حالا چیکار میکنیم اینجا. یا مسایسی اون پایین که قطعا نمیریم. اینجا میریم 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 میریم. یا قرآن مجید 133 متر رو هواییم. منطقیه حل منطقیه نه منطقیه. یزید بچه تو الان خفه نمیشی تو این ارتفاع؟ البته ارتفاعش هم اونقدر زیاد نیست. مثلا اونجا رو نگاه حاجی، اونجا رو بین، این ور حاجی داره گولم میزنه، ولی ما هم که گولشو خوردیم. اینا رو برداریم. حالا میتونیم برگردیم. سخت نیست فکر نکن. بریم اونجا هاردشو که قطعا میرم، یا من خودم رو اذیت میکنم. بریم تو هارد، بریم توی هارد. الان من کجا برم آجی؟ هارده بابا نه تو چارشف. بذار یه لخه من بالا سرمو. این ور چی داریم؟ اینجا چی داریم؟ از اینجا نمیتونم برم بالا؟ نمیشه؟ اینا چی هن اینجا؟ قالیلی برام گذاشته. آخه کدوم ور برم؟ چه خوشگل بود. آقا ولکن بابا، ولمان کن بابا. یه دقیقه تکون نخور دیگه بچه خوشگل. آقا ولکن اینجا نمیشه بریم، مثلا اون ایزیش بریم. الکی خودمون اذیت نکنیم. راه خروج کو حاجی؟ راه خروج ایزی پیزی. همینجوری از ایزیش بریم، خودمون الکی اذیت میکنیم. بچه ها یه بار گفتم دوباره هم میگم، اگه خوشتون اومد لایک و ساب فراموش نشه. اگه دوست داشتید وای قلبم وایساد. اگه دوست داشتید یه سری ماینکرافت هاردکور شروع کنیم، حتما تو کامنت ها بنویسید. ولی حتما به زودی یه ویدیو ماینکرافت میذارم. واقعا دیگه نمیکشم. واقعا دیگه نمیکشم. گیر کردم. خب بله بچه ها، اگه از این ویدیو خوشتون اومد
لایک و ساب فراموش نشه. عاشقتونم تا ابد. خدا حافظ.